سلام به همه. خب ما سیمکشی قدیمیمون رو کامل در آوردیم و میخوایم سیمکشی جدید رو ببندیم. این سیمکشی قدیمیمون بود که خیلی افتضاح بود، تصمیم گرفتم سیمکشیمو کامل نو کنم. خب سیمکشی جدید رو شروع میکنیم به گذاشتن. ما یه دسته سیم جلوی کار داریم، یه سری سیم وسط داریم و توی تمام سیمکشی ها ما یه همچین قسمتی رو داریم که انتهای کارمون میشه. خب به ترتیب میریم جلو. از وسط شروع میکنیم. یه سیم داریم که یه سوکت داریم که ورودی از خروجی بوبینمونه، یعنی از داخل بوبین یه سیم اومده بیرون که برق اصلی موتور رو تامین میکنه. این سوکت چند تا سیم داره. سیم کشی جدید که میگیرید سعی کنید سیما رو مطابق سیم کشی پشت قرار بدید توی سوکتاتون، چون احتمال داره که اینا نباشن سر جاشون. چند تا سیم داره. مهمترین سیممون این سیم مشکی با خط قرمزه که وسط قرار داده شده، برق اصلیمونه. سوکت اینجا رو وصل میکنیم. یه شارژر هم اینجا داریم که آلومینیومی شکل، سوکتش رو وصل میکنیم. سوکت ها همه شبیه سوکتیه که شما روی کارتون دارید. خب از دسته سیممون یه سیم دیگه اینجا اومده بیرون که دو تا سیم کنار همدیگه است. مشکی زرد توش داره، مشکی سفید توش داره و مشکی قرمز توش داره که اینا میره توی ترانزیستورمون وصل میکنیم. یه سیم قرمز داریم که اینجا میره توی تقویت استارتمون و باتری مثبتمون که فیوز بین راهش داره. حتما اینو چک بکنید فیوزش رو که سالم باشه. و میایم اینور. ما اینجا یه دونه سیم سفید مشکی با خط سفید داریم و مشکی با خط قرمز داریم. مشکی با خط قرمز میشه برق ورودیمون، مشکی با خط سفید میشه برق کلیدمون، برقی که از کلید ما میگیریم. اینجا یه سیم داریم به رنگ مشکی با خط زرد. این مشکی با خط زرد میاد توی سیم کشی و میاد اینجا وصل میشه به کوئلمون. پس کوئلمون دو تا سیم داره. یه سیم سبز رنگه که این سیم میشه اتصال به بدنمون و مشکی با خط زرد که میشه سیم اصلی کوئلمون. از سیم کوئلم که میاد سر شم و وصل میشه به سر شم. خب اینا سیمای اصلیه مان. سیمای فرعی که داریم ما اینجا توی موتورایی که قسمت دنده نمایش کردن، ما اینجا یه دونه سوکت داریم که برای نمایشگر دنده است که اونو وصل میکنیم حتما. اینجا دو تا سیم داریم که میره زیر باکمون برای بحث گیجمون رو نشون میده. میریم جلو. توی دسته سیممون که توی چراغمون قرار میگیره، اینجا یه سری سیم داریم که بخوام بهتون توضیح بدم. مهمترین سیماشون میشه این سیم که رنگ بندیش سبز، قرمز، سفید با خط مشکی با خط سفید و مشکی خالی. این سیم سویچمونه. ما این سیم سویچمون رو مطابق همون وصل میکنیم. حالا چون اینجا ما سوکتمون فرق میکرده دستی وصل کردیم. خب دو تا دسته راهنمایی بغل داریم. این سوکت های دسته راهنمامونه که 6 فیشه و همچنین اینور هم همینطور. اینا رو هم طبق سوکت خودش چپ و راست وصل میکنیم. کاملش میکنم، فیلم های نهاییش رو براتون میذارم، حتما نگاه کنید.